من التماسم است که ممکن که من خطا باشد بچه که من بار احترام و کفکاری گوشه رحمتی کلام هماتون دمیربک عالموف هنرمند مشهور استرادای تاجیک در اوج 30 سالگی در یک صدمه نقلیاتی درگذشت. در این باره دوستان و نزدیکان و هنرمندان شناسش در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. یک منبع از نزدیکان آوازخوان به آزیا پلاس گفت که او شب در توی در طربخانه باغ ملی ناحیه بابا جان غفورов بوده است و صبح امروز تقریبا ساعت‌های 3 هنگامی از این طربخانه رفتن در راه با دو مطربش به صدمه دچار می‌شوند. آنها را به بیمارخانه رقم 1 شهر خوجند میبرند که متاسفانه در بیمارخانه دمیربک عالموف میفوتد. دمیربک عالموف 20 مارس سال 1989 در ناحیه دیوشتیچ ولایت سوغد به دنیا آمده است. پدر او باتور جان عالموف هم آوازخوان می باشد. او بعد از ختم مکتب میانه سالهای 1995-2004 در دانشکده صنعتی به نام صادرخان حافظ شهر خوجند دانش اندوخته آن را ختم کرده است. فعالیت هنری خود را از سال 2009 آغاز کرده در انسامبل شش مقام خوانان نور خوجند با راهبری هنرمند مردمی اتحاد شوروی جورابک مرادوف و در دسته صدای سوغ کار کرده است. دمیربک عالموف را محض ترانه‌های با آوازخوان شناخته تاجیک نگین امانقلوه و ترانه دلنشین با نام دنیا میان مردم معرفی و مشهور کرد. او عائله‌دار و صاحب 3 فرزند، 2 پسر و 1 دختر می باشد. به همه نزدیکان و پیوندان هنرمند مرحوم از درگاه خداوند صبر جمیل می خواهیم. аз моҳиҳои нолозим ранҷ мекашед ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст хунукзадагӣ, простатит, сус будани мардонагӣ, асаб ва рехтани мӯи сар ранҷ мекашед? пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред.